فرو ریختن آوار در محل فیلمبرداری سریال سلمان فارسی جان 2 نفر را گرفت. آواربرداری کماکان ادامه دارد. بخشدار بسطام در شرح این ماجرا چنین گفت که 2 نفر بر اثر فرو ریختن آوار در محل فیلمبرداری در روستایی در شاهرود جان باختن و 4 نفر مصدوم شدند. حسن گرزین با بیان اینکه داوود میرباقری کارگردان این سریال در محل حضور دارد افزود آواربرداری از محل این حادثه همچنان ادامه دارد. این حادثه در ساعت 14:45 در روستایی از روستاهای شاهرود و در محل فیلمبرداری سریال سلمان فارسی به وقوع پیوست. وی با بیان اینکه عوامل اورژانس، هلال احمر و آتش نشانی بیدرنگ پس از وقوع حادثه در محل حضور یافتند ابراز کرد مصدومان حادثه با بالگرد اورژانس شاهرود به بیمارستان امام حسین این شهر انتقال یافتند. وی با اشاره به اینکه این واقعه بر اثر فرو ریختن پل اتفاق افتاد اظهار کرد مصدومان از هنروران و بدلکاران سریال هستند. گفتنی است که سریال سلمان فارسی محصول مرکز سیما فیلم سازمان صدا و سیما به نویسندگی و کارگردانی داوود میرباقری و تهیه کنندگی حسین طاهری است که فیلمبرداری فصل ایران ساسانی آن در شهرک سینمایی ایران، غزالی و استان سمنان ادامه دارد. این سریال در 3 فصل دوران زندگی و زمانه یار ایرانی پیامبر اسلام را مورد بررسی قرار می‌دهد و فیلمبرداری فصل ایران ساسانی آن آغاز شده است. تاکنون بازیگرانی همچون فرهاد اصلانی، علیرضا شجاع نوری، داریوش فرهنگ، محمد رضا هدایتی، بهناز توکلی، احترام برومند، رامونا شاه، علی دهکردی، مرحوم چنگیز جلیلوند، مهدی فقیه، محمد جواد جعفرپور، علیرضا مهران و چند بازیگر خارجی از ارمنستان، یونان، مراکش و تونس و حدود 1500 بازیگر تئاتر و بومی جلوی دوربین این سریال رفتند. سریال سلمان فارسی در 60 قسمت و از سال 1405 پخش خواهد شد. فیلمبرداری سریال سلمان فارسی به کارگردانی داوود میرباقری کماکان ادامه دارد. ساخت این سریال که به زندگی و زمانه یار ایرانی پیامبر اسلام میپردازد از نیمه تابستان امسال به بخش ایران باستان رسید و اما اسامی جانباختگان و مصدومان حادثه فیلمبرداری سریال سلمان فارسی که در این رابطه بخشدار بسطام چنین گفت: 2 نفر از هنروران فوت شده به نامهای سید علی نعیمی از شاهرود و حمید ظهیری از تهران هستند. 3 مصدوم اعزام شده به بیمارستان امام حسین شاهرود به نامهای علی جمع 40 ساله از شاهرود، محمد علی گرگانی 30 ساله و علی رضا یوسف زاده 45 ساله هستند. حادثه در ساعت 14:45 در شاهرود و در محل فیلمبرداری به وقوع پیوسته. برای جانباختگان این حادثه آمرزش و از خداوند متعال برای بازماندگانشان صبر خواست داریم.